همداران سلام علیکم. امروز 20 سپتامبر سال 2025 باشد. قرار دارم در باغ من دهه چهارباغی نوحه ورزو. امسال همین سب شما سب رو نشون میدم. امسال همین سب باید داد میوه داد. من این میوه این سب این زلاتوی باشه. بیا چینم هم یک نبینه. اوه 5 تا در یک جو. سه ببینید کلانشا. بازه سه ببینید. فکر میکنم که این در بازار بسیار طلباتی کلان پیدا میکند. و اینجا دام دست بازه باش. ببینید. یا نه بازه باش در اینجا بدست. بازی ما یک تایم رو چشیده به شما میگم که همین مزه دارد یا ندارد. خدا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همو بچه های خشلاف نوشتم میخوریم مسئله درخت. بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت هم بودین شیرین اصل بودین. این زردی درونش بینه. زردی درونش بینه چقدر زرده. این سیب بهتری میده. خدا خواهد سال آینده امسال نکن. ممکن بهار. همین بهار هم پیوند میکنیم. سیبایی که ما پیوند کردیم اون قسمش نگرفته باشد اگر بهار از این میگیریم میزنیم. و تیرمون میفروشیم آینده 2026. گلدن دیلیشس. دیگه چه زور ها؟ میبینید. سیب ببینید. من هم دیارن عزیز یک نوار در باری یک نمود سیب بود. گلدن دیلیشس چند نمود است. لیکن این کلان میوه، کلان جوسه و شیرین نمود است. بینید شیرین بود است. من هم دیارن عزیز من حرکت میکنم در باغ خودم. حرکت میکنم در باغ خودم. بهترین نهال‌های دنیا جمع کرده شنونمو. بعد اینو چشمه گرفته زیاد کرده درخش به شما برای خریداری کردن پیشنهاد کنم. من هم درون عزیز این بود نوار درباره سیبی گلدن دیلیشس که در جهان یکی از سیب‌های بهترین حساب می‌رود. بود چندین نمودش دیگرش هم هست. ولی از گلدن کدگی ما یک 100 نمود 100 دانه از امریکانسکیش آورده. هم درون عزیز در پناه خدا باشه با کدامی نهال سیب در کار باشد ما امسال میبیارم. سیبی پینک لیدی روزی گلو، سیبی سکارلت سوپر، استکانچیک میگن که سرخ دراز. با کدام نمودچه میبیارم با من اعلان میکنم خدا خواه همین ساق سلامت باشین ترکیه رویم همه نمود سیب و ناکام میبیارم. در پناه خدا باشه.